فیس کردن در کار کی همین وای رو اومده چیزاشون رو کار لبای همین کان یا میخچه کلون زدمی چیکار نداره کجا دزدی میخ کلون این باینشته نه آخه کار کنی میخ کلون باید نکند سرخ نکند فهمیدی حالا میرم میخچوی مایده قد چیندن در کار پیش رو بعد دیگه کلی کردن در کار فهمیدی بعد انا او سوق ناس وایکن فکر کنی ناس بیاده انا نصیب باشه این بگه ما چند تا همون مزاجا رو خرسان میکنیم بچه ها بگی ماشین اینجا بس که کلون چخلی سلام علیکم علیکم السلام سلامت بردم پینجی سلامتی ساز آخه شکر خدا را شکر برو ناس همه طرف زور ما اینم کار کردیم ده کار کردیم این پگا تو کار کردیم سلام علیکم این کیه بو این بچه ها این بچه شاگرد ما شاگرده همه بیکار بود ما گفتم همه جا بیارم شه قطعی خدم بیسته کم کم هنر بیاموزه یکی درآمد حجتش خیلی حجتش سازه تخته اما این بچه نغزای همه کارش نغزای حجت هم داره ها چند روزی قطعی ما کار یاد گرفته بگم جدن به خبر گیر مایلش براری کار خطا مایل خوب ناظر منطقه بود ناظر منطقه خیلی گندایی استکلون لبای میگم سحر دیر کردی این جرام پای کار بور زندگی همه چشم هفته که برومد آدم میروی ده که جوان بچه دومدگی بود ایرستی ایزن دوم تکو اما خیلی بعد با فیلم یکم کارتشکای پیاز یکم چی نوراسگی شده گیسته برای هم کمی بیاد چی میبیاد جا دشوار خیلی کار کرده گیره کردیم که جوان ولی گو استاد بیزار شدم شاگردم یک کار کردیم و بعد پشیمون شدیم جرا پشیمون سخت پشیمون شدیم ده چی آخه همین دزنگی رو نمیگوید آخه همین دزنگی بسیار قین جورا ها وزبین کی باشه وضعیت شد ای برادر که خیر کردن نمیشه آخه یک گرفتم مگر هم یک لوش کرده راه زندگی رو یافتن در کار داد من خبر سایت رو شدم بس او وایشد ناز بزن سلام علیکم استوکلان و علیکم بیان خیلی استوکلان میشه چی بزن کروی ما چه همون روزی که وای گپ زدی من همون روز پای همه دوادای کار خود گشت شدم همین نصیب کردگی همین هفته باید کار حل شود مو با همه شما یا بالا کنه دست هوا میگیره مایلش بهتر ما خدمت شما را میکنیم سلامت باشید مایلش من روان شما بپروا روید خونه روید استوکلان لبای بازم میگیری چه او این زنه کی بود این دختره که اومدگی این بیچاره شوهرش چند سال شده است که وفات کرده همون پیش من اومده میگه که یکم آدمی نغز باشه همون بیام که بگیرش زندگی کنن که مقصد یکم بزرگش کنه یک فرض کردیم که خونهش نگاه کنه یکم جو خونه هم نداره نه بیچاره یکم خونهش بیاد اول خونهش بیاد بعدم زندگیش ببینه بچه‌کوی مایده داشته است بیچاره هم کودککم نگاه کنه گفته همون من باید پرسیده است که یکم کس باشه بیو الان من کوفته سلام این یک دو هفته پیش مرا گفته بود نه گفت من با امیدی خطا من خیال کردم میگیری همون در نظر دارن الان همون دو هفته پیش مرا گپ زده بود من همون روز کوفته نه که یک کس یافتم شد یافتی یک کس یافتمش جرا نه یک تا نه که دو تا بیو استا برای چی دو کس آخه شما گفتین که همین زنی دیمو قطعی عذاب کشیده است جانم یا گل آوردم نبودی ماندمش سری دیوار خودت که دیر آمدی گاوی همسایه خورده بربته گلای های گلای دادرین باغ های گل بسر چمچی خاره میزنیم انا شو برای بزه کی میشه یا گارت این مرده که میخوره در بالا میمونم ده خیریت خدا و شکر که ما پرابلم ندارم نه خر دارم نه یاو دارم نه بز دارم غم ندارم و این بچه کلی مجید با خطی همین دختری گوش کشیده اگه بالا میکنه خدا عاقبتش بخیر و فکرم که چی گپی میشوده تندور میزند انا با خاچ میبراید چقدر میبراید جان بابا من برای خودت یک بزغلچه خوش رو گرفتم
جون این بزغالچه خوشروه که رنگی خودت کلک بده. چی؟ ما بزبم. نه جون کام بزب نیستی. رنگی همه بزغالچه ای. بزغالایم چیزی باشم نباشم دوستم داری کو. یک تندور میزند چرغک میبرد. بابا ارگاش چرغک میبرد. سند چرغک میبرد. یک گل آوردم نبوده باندمش سری دیوار. گاوی همسایه آمد خود. یک گل آوردم نبوده. تنجیای آره دیدی تنجی سازی تنجی شگر میشه چی خیلی خونگه تا مادر و مادر خوبه با بگرم که هر یک تا چاقارا میبره انم خواهی میبره ده اینا میگه هم ترق میکنه کو با خیلی از که قلدر میکنه با ترق میکنه کو همون دارم خیلی خارجه کلان میبره چی تا خرساندی تا وقتا کردش خدا ای خرسندی با تدا کن چیلو یافتی چی تا خرساندی چیلا؟ این درونی داره خونه اچه تا چیلا میگه یکم بانک های بانک شوانسری های حال یافتی چی این یه پول های کجا میبیه یه سگره این ها تیلا یافتی که خودت تیلا یافتی اینجا دا مایده کده کارمیت کده سه ینگت های چه؟ ینگت خدا پر خورده که تا بکنم منم یازم نگفتم که ینگم گفتی سباقی خواهی برای چی خرساندی داری دویدم و رقص بازی داری خره گم کده خدا را شکر 100,000 باش شکر آدم خره گم کنه زیغ میشه تا خرساندی خدا را شکر اخی خره گم کردیم با زیغ جایی مکو غمت میداد کی؟ خرد غمت میداد نه غم نمیداده من باید غم میدادم یه زمان بر میکردم از سر گوش بچورم غم میدادم چه کی؟ خرد گزنده بود نه وای تو چی سگه میگزه وای خره بیچاره بچه نمیگزید همین خیلی زور بود که یا سگره اینجا چوب است یا اینجا ما هم خیلی یک خرچه دارم کم میگزه من برای هم پرسیدم که خرد میگزه یا نه خری من نمیگزه خدا خری خیلی نابوتی همه گپش برای چی خرساندی داری گم شدی اگه برای چی خرساندی دارم یه بیکاله بچه یاشی رو نمیفهمی من تو پرستاوی کنده من بالای خردم خر ربطی است یکی خر گم میشه چی گپ میشه دیدی نمیدانی همه خیلی من بالای خردم میبودم خر گم میشید و منم گم میشدم السلام علیکم. علیکم السلام. کماندیر نغزی درستی بردمی بافتی. تشکر. خیلی کار داشتم. تنجه؟ شگر تنجی بو آن همه یک هفته زیادتر شد. کماندیر این قدر مرغ داشتم و این قدر گرمی مرغابی بو. یک چند تا ایندوکام دارم راست گفت. خب. همه ایندوکامو مرغام چند تاشی نابود شده. همه کدام همه مرغای مرا قطعی ایندوکام برای همه 4 مرغای مونده دو مرغا که دیگه مونده دیگه همه شو برده. یعنی که یکون گمونبار دارید کی همه گمانم یک آدم ده هست های. کیه؟ همه بچه‌های همه قشلاق خانه که کمان. خب. نباشه رئیس محله داری نه؟ رئیس محلمون هست. نام و فامیلش هم میدونی؟ کمال‌الدین. کمال‌الدین. کی فامیلشون؟ فامیلش فراموش کردم چمالی. خب بگو بیارم چی بیام چی؟ شد. من میدونم محله پایانه. هو. من حاضر کمتر سراسیمتا. من رئیس محله رو فریاد میکنم. ما مصلحت میکنیم بعد میریم با خونتون پگا میرویم. میشه؟ بیا در خاکی پات ساخته. مایلش. اگر نه
در محلاتون دزدی بسیار کجا رو نگاه میکنه؟ من تا حال از این کار درک ندارم. من میخواد درک ندارم کتی. مرامت. السلام علیکم. سردار رئیس. جزا یافت. باید مرغای مردم رو میدوزی یا بچه کلان؟ ندزیدم. دزدیدم. دیدی رفیق سردار؟ دیدم. مرغا آوازی دارن؟ من لباساشون نگاه دارم.